با درود و آرزوی ساعاتی خوش برای یکایک شما، من میخوام امشب 10 تا مکان شگفت‌انگیز ایران رو به شما معرفی کنم. نمیتونستم رتبه 1 تا 10 به این اماکن بدم چون همشون شگفت‌انگیز و زیبا هستند. پس بدون رتبه بندی از 1 تا 10 توضیح میدم. امیدوارم خوشتون بیاد. شماره 1: روستای آبشار و آبگرم زیارت، واقع در استان گلستان که با یک جاده جنگلی به ناهارخوران گرگان متصل است. این روستا به لحاظ رنگ دیوار خانه‌ها و حیاط‌های تو در تو و قدمت آن از روستاهای برتر گردشگری ایران است. جاذبه‌های دیگر این روستا یک چشمه آبگرم است که تنها چشمه آبگرم استان گلستان محسوب می‌گردد. متاسفانه رواج ساخت آپارتمان به بافت سنتی و زیبای این روستا صدمه زده است. شماره 2: روستای پلکانی اشتبین. این روستا از توابع شهرستان جلفا در آذربایجان شرقی است که پشت بام هر خانه حیاط خانه بالایی است. معماری زیبا به شیوه دوران قاجاریه و صفوی خانه‌های این روستا را برای هر بیننده جذاب ساخته. نرده‌های زیبا، سرستون‌های طرح صفوی و در و پنجره‌های طراحی شده شکل منحصر به فردی به این روستای جذاب داده است. یکی از مشاغل اهالی این روستا تولید ابریشم و وجود زیاد کارگاه‌های تولید ابریشم در این روستاست. شماره 3: روستای چرت، واقع در استان مازندران. این روستا که مناطق جنگلی زیبا احاطه‌اش کرده است، معروفیت خود را مدیون دریاچه‌ای است که در کنار این روستا در شکاف دره‌ای با شیب تند قرار گرفته است. کمتر کسی است که به این روستا و دریاچه آن که میانچه نام دارد سفر کند و مسحور زیبایی این روستا و اطرافش نشود. شماره 4: روستای پالنگان در استان کردستان، شهرستان کامیاران که قدمت آن به پیش از اسلام میرسد. این روستای زیبا که خانه‌های آن به صورت پلکانی و با سنگ در دامنه کوه و در دو طرف دره ساخته شده، یکی از زیباترین روستاهای ایران است. رسم باستانی مردم این روستا نیز بسیار زیباست. آنها از 25 روز به عید نوروز مانده به پایکوبی و رقص کردی می‌پردازند. همچنین در 800 متری جنوب این روستا در دره تنگپور و در محلی که پر از چشمه‌های آب است، بقایای باستانی آتشکده‌ها و پل‌های قدیمی قبل از اسلام نمایان است. شماره 5: سیسخت، شهری کوچک و زیبا در دامنه کوه دنا، بلندترین قله رشته کوه زاگرس که در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. این شهر در زمستان پوشیده از برف است و همین امر باعث وجود بسیاری از چشمه‌های پرآب و زیبا نظیر چشم بوشو گردیده که علاوه بر تأمین آب شهر به مصرف کشاورزی و باغات هم میرسد. سابقه سکونت در این شهر به قبل از اسلام میرسد. زیبایی و سرسبزی این شهر در بهار و تابستان هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. شماره 6: روستای حجیج از پرجاذبه ترین مکان‌های گردشگری استان کرمانشاه است و در شهرستان پاوه قرار دارد. این روستا که یک روستای پلکانی محسوب شده و پشت بام هر خانه حیاط خانه بالایی است، شباهت بسیاری به روستای ماسوله در استان گیلان دارد. خانه‌های این روستا همگی از سنگ و به صورت خشکچین و پلکانی ساخته شده است. شماره 7: روستای کارتا در جنوب غربی ایران و در 40 کیلومتری شهرستان ایزه در استان خوزستان، یک روستای زیباست که بقعه امامزاده سلطان ابراهیم نیز در آن واقع شده است. این بقعه در دامنه کوهی قرار دارد که پوشش سبز مناطق زاگرس زیبایی خاصی به آن داده است. یکی از نکات جالب که دیدن از این روستا را جذابتر می‌کند این است که بازدید کنندگان می‌توانند با قایق و از دریاچه سد عباسپور و روستای سوسن که مسیری بسیار زیبا و در بین کوههای زاگرس است خود را به این روستا برسانند. شماره 8: روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی که به دلیل قد قامت کوتاه ساکنان آن به لیلیپوت ایران هم شهرت دارد. این روستا یکی از روستاهای شگفت‌انگیز جهان است. خانه‌های این روستا در گودی‌های زمین ساخته شده و کف خانه‌ها بیشتر از 1 متر پایین‌تر از سطح زمین قرار دارد و هر خانه دارای یک در کوتاه چوبی است که برای وارد شدن به خانه‌ها باید خم شده و به زحمت وارد خانه شد. در هر خانه فضاهایی به نام‌های محلی کندیک که محل نگهداری گندم و جو میباشد و کرشک که یک اجاق گلی برای طبخ غذاست وجود دارد. شماره 9: روستای اصفهک، یک روستای کویری و در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی واقع شده و دارای جاذبه‌های جذاب مناطق کویری است.
این روستا در زلزله سال 1357 به کلی تخریب شده، ولی مردم روستا خانه‌های جدید خود را در کنار روستای قبلی بنا کردند و این امر موجب جذب گردشگر به این روستا شده است. گردشگران می توانند ساخت و ساز در اسفحک قدیم و جدید را با هم مقایسه کنند. شماره 10 روستای ناماشنای داماش در استان گیلان. جاذبه طبیعی بسیار جذاب این روستا گل سوسن چلچراغ است که زیبایی خاصی در بهار و ابتدای تابستان به این روستا می‌دهد. طبیعت زیبا و هوای خوب در تابستان گردشگران بسیاری را به این روستا می‌کشاند. یک مطلب مهم که میخوام بگم اینه که 13 به در گذشته که به یه پارک جنگلی رفته بودیم، بعد از ظهر که شد همه بساط پیکنیکشون رو جمع میکردن و من دیدم همه زباله هاشون هم با خودشون میبرن. خیلی قشنگ بود. امیدوارم همه به کمک هم بتونیم محیط زیست زیبای ایران رو نجات بدیم و حفظ کنیم.